بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام. امروز در خصوص کبر میخوایم صحبت بکنیم و باب کبر از کتاب شریف اصول کافی. من جمع‌بندی روایات ها رو خدمتتون به صورت مختصر عرض میکنم. کبر یک رذیله خیلی خطرناکی هست. در واقع این مسائل قوانین قلمرو پادشاهی خدای متعال هست. هر کس به نوعی دیگران رو خوار بشمارد و خودش رو برتر ببینه یا در مقابل حقیقت و اهل حقیقت بایسته، در این دو صورت دچار کبر شده. این رذیله خطرناک و به نوعی با قادر متعال در این صفت شریک شده. پس پروردگار متعال این رو هرگز نخواهد پذیرفت و سرانجام همچین کسی دوزخ خواهد بود و دچار خواری خواهد شد. نکته مهمی هست، این تنها صفتی هست در خصوص شاید جزو معدود صفتهایی باشه از خدای متعال که به هیچ وجه کسی در شریک نیست. یعنی تنها کسی که تکبر داره خدای متعال هست و از اون مواردی که خیلی وقتها شاید افراد مؤمن درگیرش بشن و از اون منافذ خیلی خیلی خطرناکیه که واقعا اگر انسان مراقب نباشه میتونه انسان رو از عرش به فرش بیفکنه. نمونه بارزش شیطان رجیم هست که در ادامه خدمتتون میگم. پس یک مرحله بالاتر از این چیزی که من حتی همین الان گفتم با استناد به روایات، این هست که تو با اینکه حتی به حق معتقد باشی ممکنه این خطر بر تو باشه که نگاهت به دیگرانی که حتی به حق معتقد نباشند نگاه تحقیرآمیزی باشه. این خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه. این تکبر خطرناکتر از کبر معمولیه، چرا که در پوشش ایمان، مذهب و اعتقادات صورت میگیره. شیطان نمونه عالی این نوع تکبر هست. همطور که میدونید شیطان هزاران سال خدای متعال را عبادت کرده بود. به فرموده مولا امیرالمؤمنین علیه السلام فقط یک نماز 2 رکعتی او 4000 سال طول میکشید و نقل هست که 70,000 سال خدا را عبادت کرد. در سایه این تعبد هم در مقابل حق ایستاد و امر پروردگار متعال بر سجده بر آدم رو نپذیرفت و هم آدم رو که از گل آفریده شده بود حقیر شمرد و اینجا بود که رجیم شد و رانده و مسیر وسوسه و گمراه کردن آدمیان رو آغاز کرد تا به امروز و تا روز وقت معلوم که توسط امام زمان علیه السلام به قتل خواهد رسید. پس ای برادر، ای خواهر، چه اعتقاد به دین، قرآن، اهل بیت داشته باشی، عملگرا باشی و چه اعتقاد داشته باشی کمتر عملگرا باشی و چه اعتقاد نداشته باشی، بپرهیز از کبر و از حقیر شمردن دیگران و از مقابله با حقیقت. این خودش نوعی از کبر هست. یعنی مثلا تعریف کبر طبق این باب کبر در اصول کافی این 2 مورد هست که حقیقت اصلی تسلیم بودن مقابل خالق متعال، فرستادگان و اوصیای اونها هست.
دست بردار از کبر و بدان که حقیر شمردن دیگران در ذهن و درون ما میگذره و حتی شاید عمل بیرونی از ما سر نزنه، اما خود این کارش رو انجام میده. پس مراقب باش در این خصوص. و داستان زیبایی هم نقل شده در این باب در خصوص حضرت یوسف علیه السلام که وقتی حضرت یعقوب پدر بزرگوار یوسف علیه السلام به نزد او اومد، وقتی او پادشاه مصر و عزیز مصر بود، در واقع او روی اسب بود حضرت یوسف و اون جلال و شکوه پادشاهی مانع شد که از اسب بیاد پایین و احترام بگذاره به پدرش، که حالا اینجا هم موضوع احترام پدر مطرح هست و به خاطر این ترک اولایی که این پیامبر خدا کرد، جبرئیل نازل شد و من مضمون رو دارم خدمتتون عرض میکنم و گفت دستت رو باز کن. دستش رو باز کرد و یک نوری از دستش بیرون رفت و پرسید حضرت یوسف که چه بود این نور که رفت؟ گفت به خاطر این عملی که انجام دادی نبوت از خاندان تو خارج شد. امیدوارم که از این حسد، از این رذیله بزرگ هممون به دور باشیم.